خب بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین هو ناصر خیر و المعین لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا فدا ابوالقاسم محمد. آرترید روماتوئید یک بیماری التهابی مزمنه. با آرتروز فرق داره، یعنی شما اگه آرترید بگیرید آرتروز هم میگیرید. چرا؟ چون خشکی مفاصل و درد و کاهش انعطاف خون رسانی نمیشه، بعد شروع میکنه تخریب شدن. چه زمانیه؟ زمانی که سیستم ایمنی بدن ما به جای اینکه دفاع کنه شروع میکنه تخریب کردن مفاصل، به مفاصل ما حمله میکنه. که طب جدید چی میده؟ کورتون میده. یا کورتون بخور، عوارض خودش هم داره. پوکی استخوان میگیره، ورم میکنه بدن، طرف همش عرق میکنه به کبدش، آنزیمای کبدش رو بالا میبره. آرترید روماتوئید ما بهش میگیم چی؟ فارسی بگیم روماتیسم. روماتیسم یعنی چی؟ یعنی از سردی و تری زیاد میاد. یادتونه مزاج شناسی آموزش میدادیم، یه لوله میکشیدم گفتم آقا پایین چی بود؟ سودا، بعد بلغم، بعد خون، بعد صفرا. گفتیم اگه بلغم حرارت بدیم چی میشه؟ تبدیل به خون بشه. اگه اون بلغم سردی بیشتر بهش بخوره تولید یعنی شما از سردی و تری زیاد تولید سودا، بدن صفر میشه. ماست میخوره دردش بدتر میشه، ورم پاش بیشتر میشه، التهابش بیشتر میشه، که بدن شروع میکنه ورم کردن، درد گرفتن. چه درمانی به اینا بدیم؟ کاری بکنیم که خون به اون قسمت برسه. زالو میندازیم. یک. دوم میگیم آقا لبنیات نخوره، اردشیره بخوره به جای صبحانه. سوم بادوم 14 تا دونه دونه قشنگ میجوه میل میکن. چهارم میگیم آقا شما انگور روزی 3 تا خوشه بخور، صبح ظهر شب. زیتون کنار شام 7 تا دونه. انجیرم شب موقع خواب 7 تا دونه میل کن. تشک پشمی یا پوست گوسفند دباغی شده به عنوان تشک استفاده کن. مویز سیاه خیس شده تو عرق بیدمشک بخوره. بهش میگه آقا شما هفته 2 بار فسنجون درست کن. تو فسنجون چی میریزن؟ گردو. میگیم نصف گردو نصف بادوم. میگه آقا روغن تو عوض کن. چه روغنی بخوره؟ روغن زیتون. بادکش کل کمر، اگه به کمر زده باشه، اگه به مچ دست زده باشه رو مچ دست، روغن مالی روی محل درد. طرف میاد میگه آقا من آرترید گرفتم. میگه آقا توی بنشن‌ها عدس نخور. عدس طبعش چیه؟ میگه آقا چای نخور. چای طبعش لبنیات نخور. سوسیس کالباس نخور. نوشابه نخور. قند و شکر سفید نخور. آقا هندونه میذارن نشین بخور. پرتقال نخور. نارنج، اینا طبعشون هر چیزی که ترش باشه براش خوب نیست. میگه آقا شما ماهی نخور.
برنج نخور، برنج قهوه‌ای میتونه بخوره. نمکش نمک طبیعی معدنی بشه، نمک دریا. میگه آقا راه برو، میگه آقا پا ندارم، میگه ماساژ بگیر، ماساژ میگیره راه میفته، ماساژ گرفت نرم شد شروع میکنه راه رفتن. سته ضروریه چیا بود؟ سته ضروریه گفتیم اینا باید انجام بشه که تو بدن سالم باشه. یکیش استرفاقات طبیعیه. استرفاقات طبیعی یکیش چیه؟ یبوست نداشته باشه. بعضیا رو دیدید پاهاشون ورم میکنه، میرن دکتر بهشون چی میده؟ فورازماید میده. فورازماید کارش چیه؟ ادرارآور دیگه، یا آب بدنتون میکشه. یعنی یکی از استفراغات بدن طبیعی خارج نمیشه. یعنی اگه کسی آرتریت داشت میگه آقا شما یبوست مزاج نداشته باش. یکی دیگه از چیزایی که بدن اینا که ببینید آرتریت روماتوئید از اسیدی شدن بدن مریض شده دیگه، درسته؟ باید قلیایش کنیم. حالا هرس خوردن چیکار میکنه؟ طبعش سرد، معده اسید تولید میکنه بدن رو. یعنی اینا عموما کسایی که آرتریت میگیرن هم استرسی هستن، هم که غذایی با طبع سرد. حالا مثلا بعضی از اساتید میگن روغن مار هم بزنید به اون طرف که روماتیسم داره زود درمان میشه. ما با زنبور هم درمان کردیم. زنبور که صفرای آنی ترشح میشه بدن کاملا گرم میشه. اگر کسی آرتریت داشت میگی شب حنا رو با نمک خوبه، یوددار نه، مخلوط کنه، آب بزنه، به کف پاش بگیره، مشما جوراب، تمام بدنش رو چیکار میکنه؟ گرم میکنه و رطوبت رو بیرون میشه. یه درمان من تو هیچ کلاسی نگفتم اینجا بگم تو پرانتز. کسی اومد گفت آقا من با خوردن کورتون سر مفاصلم سیاه شده، مثلا سر لگنم سیاه میشه، سر این فمور لگن، این کاسهش، این چیزش سیاه میشه. شیر بز داخلش انجیر سیاه بجوشونه بخوره، هم آرتروز درمانه، هم برای آرتریت خوبه، هم سیاه شدن و نکروز استخوانا رو درمان میکنه. اینو من توی هیچ کلاسی نگفتم، اینجا بگیم انجام بدیم. شیر بز رو گفته بودم با انجیر برای آرتروز، ولی برای نکروز و مفاصل نگفته بودم. زنجبیل پرورده شده تو عسل، بهش میگن زنجبیلات. زنجبیلو تازه شو حلقه حلقه میکنه میذاری توی عسل، نمیذاری بزنی بیرون چون کپک میزنه، داخلش باشه. این صبح به صبح بخوره چند تا دونه. این برای آرتریت درمانه، التهابات مفاصلی رو میبره. علتهای آرتریت چیه؟ طب جدید طب جدید میگه این اتونومیه، یعنی ناشناخته است اصلا چجوری میشه. بعضی میگن ارثیه، بعضی میگن که این تب مالت داشته، تب مالت مونده، بدنش چی شده؟ آرتریت گرفته. بعضی از تحقیقاشون میگن از عفونت زیاد بدن آرتریت میشه، که کسایی که روماتیسم دارن تونتون بهشون چی بهش میدن؟ چرخوش کنه. پنادور چیه؟ پینیسیلینا 1,200,000 که قدیم میزن طرف 100 بار جیغش میرفت رو هوا،
خشک میکرد. گفتن آقا شما این آرتریت دست چیه؟ از عفونته، بهش پنادول میدن هفته یه بار بزنه. طرف نابود آب میکنه بدن. بعضی میگن که نه به خاطر خوردن لبنیات زیاده، چون نقرس گرفته، التهاب گرفته. بعضی میگن استرسه. روماتیسم اگه پیشرفته بشه بهش میگن لوپوس. عموما هم تو خانوما دیده میشه. وقتی هم میگیرن خانوما تمام موهاشون میریزه به مو، دهان، قلب، شکم ورم میکنه، به قلب میزنه، قلب از کار میفته، درد میگیره. من یکی دیدم روماتیسم داشت، به ریش زد کشتش. شاگردم هم بود. هرچی هم بهش گفتیم اینقدر کورتون استفاده کرد تا از دنیا رفت. کلاسای ما میومد ولی خب انقدر ترسونده بودنش. کسی که بیماری التهاب مفاصل داره تو طب جدید چیزی میدن گلوکوزامین، کندراتین. اون گلوکوزامین از بالای کوسه میگیرن، قضروف بالای کوسه که میگن قضروف سازه برای. ولی شما به جای اون چیکار میکنی؟ روغن زیتون، امگا 3. امگا 3 چی میشه؟ روغن ماهی. تو وعده های غذاییش باشه. اگر کسی آرتریت داشت، قند و شکر سفید سمه براش، به جاش خرما بخوره، توت خشک بخوره، این خوب میشه. خیلی ساده میشه اینا رو درمان کرد. بهش میگه آقا غذاهای فلفلی بخور به شرطی که حساسیت. میگه آقا فلفل قرمز بده اگه یبوست نداری. اگه یبوست داری فلفل سیاه توی غذات بیشتر بریز که غذاشو چیکار کنه. میگی چیزایی که بدن رو قلیایی میکنه، یعنی آنتی اکسیدان داره، مثل سبزیجات تازه، مخصوصا سبزیجاتی که چی باشه؟ رنگش تیره باشه، بنفش باشه. عصاره قلم گوسفندی. طرف میاد میگه آقا پاهم راه میرم تق تق صدا میده. تنها چیزی که بهش میگم آب بخوره آلوه. انگار روغن کاری میکنه. برای کسایی که مشکل آرتریت دارن میگیم آقا آلوی خشک غیر تیزابی، تیره باشه، سیاه، مکیدنی بخوره روزی 14 تا دونه. این یه درمان خونسازم هست. میاد طرف مزاج پایش صفرا ولی روماتیسم گرفته، گرمی میخوره، جوش میزنه، سردی هم میخوره، چی میشه؟ اینجا بهش آلو میدی با آب انار شیرین، خوب میشه. خنکه. بله. طرف اومد گفت آقا بدنم آرتریت داره، روغنای گرم به بدنم بزنی خارش پیدا میکنم. اینجا روغن بنفشه پایه زیتون میدی به بدنش ماساژ میده. این هم حساسیت نمیده هم برای آرتریتش خوب. پایه بادوم هم خوب. یا کنار غذا تراب سیاه بذار بخور. اگه هوس ماهی کردی بعدش خرما بخور. الان فصلش میاد خربزه گرگانی که مشهوره به خربزه مشهدی، نه اینا که تراریخته ها.
جانا و نمیدونم شاپسند و اینا نه. خربزه خوردنش برای آرتریت خوبه. مگسیایی دارن که این گرمه وقتی میکنه زبون کاملا همجا درک میکنه. مگسیایی استان خلاص. اون برای کسی که آرتریت داره عالیه. حالا خانم بود اومد آرتریت داشت، تنبلی تختان داشت، کیست داشت، معده‌ش هم داغون بود. میگه آقا رازیانه دم کن بخور. هم آرتریتش درمان میشه، هم تنبلی تختانش، هم معده‌ش خوب میشه. ریزش موش هم میبره. هیچ نه ما بهش رازیانه میدیم. یه قبل بشنیم. رازیانه تنها گیاهی که خانم‌ها رو طبعشون رو گرم میکنه و خیلی از بیماریاشون میبره و هورموناشون رو میزون میکنه رازیانه است. اساتیدی مثل خیراندیش میگه کیست سینه داشت انقدر رازیانه بخوره کیست بزرگ میشه میترک. خب ایشون نظرش ما خیلی ساده تر میگیم. چیکار میکنیم؟ تباشیر رو عسل باهاش میدیم سریع درمان میشه. نه کیست سینه ده. خانومه میاد میگه آقا من 25 سالمه اصلا سینم رشد نکرده، یه دارو بده. رازیانه میدی سینه‌ش بزرگ میشه. صورتم میخوام پر بشه، رازیانه میدی درست میشه. تنبلی تختان دارم، قاعدگیم، خونش کمه، یه روزه، میترسم زود یائسه بشم، رازیانه میدی خوب میشه. بعد از یه مدت چیکار میکنه؟ این تختاناشون قوی میشه، اوکی میشه. اگه مثلا آیه خود خانم اکثرا مثلا مشکل کم‌خونی رو داره، اگه شما رازیانه میدید از طرف نابود میشه. بستگی به مزاج داره، به سن داره، به مریضی داره. اگر فیبروم داشته باشه نمیدیم، فیبروم بزرگتر میکنه. ضخامت آندومتر داشته باشه نمیدیم، ضخامت آندومتر رو بیشتر میکنه. ولی طرف میاد میگه آقا من ضخامت آندومترم انقدر ضعیفه بچه بهش وای نمیسه میفته. گفتم از ضخامت آندومترت خوب بشه. میگه ما رازیانه بخور ضخامت آندومتر میاره. بستگی به بیماری داره. ما خونسازای دیگه بهش میدیم. خب رازیانه خودش پرخونی میاره، کمخونی رو درمان میکنه. رازیانه کمخونی رو خونسازه. بله این یادتون باشه. اگر این مدلی بود ما درمانای دیگه بهش میدیم. آلو بهش میدیم، تخم کتان میدیم، خب انیسون بهش میدیم. نه جایگزین. طرف اومد گفت آقا آرتریت دارم، روغن اسپند به شدت گرمه، عفونت‌ها رو هم میبره، به محل درد ماساژ بدن خوب میشه. سیب ما محلی سیب زمینی، سیب زمینی کبابی خوردنش هم کمخونی هم برای آرتریت خوبه. اونم با چی بخوره؟ روغن حیوانی یه مقدار شوید. حالا سنش بالای 50 ساله اومده آرتریت گرفته، میگه آقا تو باید یه دونه صبح یه دونه شب حتما یه حب سیر بخوری. در کنار این درمانا حب سیره هم باید. چرا؟ چون تو سن بلغمی رفته. طرف میاد کبدش چرب، روماتیسم هم داره، اینجا سیر نمیتونی بهش بدی، کبدش داغون میکنه. اینجا میگی برگ گردو دم کن، روزی یه بار بخور، 2-3 تا برگ گردو دم کنه بخور. زیادش معده رو سولاخ میکنه، یادتون باشه. برگ گردو روزی 1-2 تا دم. یا اینکه نه برگ گردو هم نه، اون پوست سبز هست به گردو، اونو دم کنه روزی 2 بار بخوره. روماتیسم درمان، کبدم پاکسازی میکنه.
گرم. طرف میاد میگه آقا من هم سوزاک دارم، هم کمخونی دارم، هم روماتیسم. ادرارم با سوزش عفونت کرده، کمخونی هم دارم، سوزاک هم دارم. اینجا بهش میگه آقا تو باید حتما روزی 3 خوشه انگور بخوری. هم سوزاکت، هم روماتیسمت، هم کمخونی درمان میشه. طرف میاد میگه آقا من هم ضعف قلب دارم، هم ضعف اعصاب دارم، حال و حوصله چه؟ روماتیسم هم گرفتم. عرق بیدمش، گلاب، عرق نعنا، عسل. یا عسل که از نعنا باشه، کم پیدا میشه. عرق نعنا، عرق بیدمش، گلاب مخلوطش با عسل خوب، موقع خواب ناشتا. این ضعف قلب، ضعف اعصاب و روماتیسم رو درمان میکنه. طرف رو میبینید زیر بغلاشو گرفتن آوردن گذاشتن جلو شما. آقا طب سنتی بله. آقا این روماتیسم گرفته، حالت فلجی بهش گرفته. یا آقا بابونه، گلگاب زبون، مرزنجوش مخلوط کن، دم کن بخوره به جای چای، خوب میشه. این هم فلجیش میره، هم روماتیسمش درمان میشه. بابونه، گلگاب زبون، مرزنجوش به قسمت مساوی. هر کدوم یه قاشق مرب بخوری توی قوری کوچیک دم کنی، یه بار صبح یه بار عصر، خوب میشه. حالا روغن مالی هم بهش میدی، اصلاح غذایی هم بهش میدی. ما اینو گفتیم، همه اومدن به ما گفتن آقا این کجا ما پیدا کنیم؟ مایه مفصلیش از بین رفته. یک، روماتیسم هم داره، یائسگی زودرس گرفته. علف هفت‌بن مایه بین مفصلی رو برمیگردونه، یائسگی زودرس رو درمان میکنه. برای خانم عالیه. روماتیسم هم درمان. دم کردن میجوشونن. علف هفت‌بن جوشوندنیه. رفته بودم شمال، همینجوری مثل علف هرز تمام کنار جاده بود، اونجا هم فیلم گرفتیم. طرف میاد یا هر چی میخورم بالا میارم، روماتیسم هم داره، ضعف اعصاب هم داره. یا آقا سوسنبر دم کن با عسل بخور. سوسنبر چیه؟ مثل نعناس ولی تند و تیزتر، عطرش خیلی بیشتره. بهش نعنا فلفلی هم میگه. سوسنبر دم کرده با عسل تهوع، یعنی معده رو اول گرم کنه، ضعف اعصاب هم میبره، از اون ور چیکار میکنه؟ روماتیسمو درمان. طرف میاد میگه کمخونی داره، عفونت هم گرفته کل بدنش، روماتیسم هم داره. اینجا میگه آب سیبو بگیر، یه بار بجوشون، یه ذره غلیظ شد، هر روز بهش یه بار صبح یه بار عسل بده بخوره. کمخونی، عفونت داخلی و روماتیسم رو از بین میبره. طرفو میارن روماتیسم گرفته، بعد میگن کبدش هم چی شده؟ از چربی گذشته، انسداد کبدی داره، گرفتگی رگ قلبی هم داره. اینجا میگه آقا تخم کرفس بجوشون، به جای چای بهش بده بخوره 2 ماه. انسداد کبدی، گرفتگی قلب، روماتیسم رو درمان میکنه. کبدش هم بزرگ شده باشه یا گرمی کبد هم داره خوبه؟ اصلا تخم کرفس من خیلی تحقیق کردم، نه معتدله، خیلی تحقیق کردم، هیچ عوارضی نداره. هر کی میاد پیش من مشکل قلبی داره ها، با مشکل میگم آقا تخم کرفس شنبلی بجوش، شما آدامالون بخور، هر مریضی تو بدن باشه میشوره میبره، هر مریضی باشه. تخم کرفس کمخونی رو هم میبره، سنگ کلیه رو هم آب میکنه تخم کرفس. پرتقاله شهسواری خوردین؟ پردونه.
اونو آبگیری کنی با عسل کسی اگه بخوره، کلیه کمکار، تنبلی کبد و روماتیسم داشته باشه درمان میشه. میاد میگه آقا کلیهش کمکاره، کبدش خوب هضم نداره، آنزیماش بالا نیست، اوکی نیست، بهش آب پرتقال میدیم. تخم کرفس فشارم پایین میاره چون ادرارآوره. طرف روماتیسم گرفته، ورم هم کرده بدنش، پاهاش ورم داره، پافیلی شده. میخوای مایعات بین مفاصلیش هم کم بشه. استخدوس افتیمون دم کرده. خود کرفس، تخم کرفس جوشونده خوردنش و خورشت کرفس هم بخوره، آبای بین مفصلی رو خالی میکنه. حالا سوپ جعفری با هویج زرد خوردنش هم خوبه. ولی استاد واقعا کشنیز که اثری داره اون سوپش که کشنیز کردیم و سمون برای سمخوری عالیه. کشتیز کلا طرف میارن میبینن که روماتیسم داره، میگین گرمی بهش بدیم، بعد میبینی آنزیمای کبدیش هم بالا، کبدش هم چربه، گرمی بدی کبد منفجر شده. اینجا میگی کدو مسمایی بخار پس کن، با پوستش بخور، هم کبد هم آنزیم کبد هم روماتیسم درمان میکنه. با میوه داریم مردم درمان میکنه، خود ساده. برو سر کوچه یه دونه از این کدو مسمایی بگیر بخار پس کن، کنار نهار شامت بخور. اگه به فطرتمون غذا میخوریم اصلا بیمار میشیم. حساب کرد که سمایی چه وقتی با سبز و حلوا کدو سبز میشه کدو مسمایی، حلوایی ها میشه این بزرگا. طرف میارم میگه آقا 20 سال روماتیسم داریم، زیر بغلاشو گرفتن از شمال هم آوردن، من تو شمالی روماتیسم. این چی داره؟ روماتیسم کهنه. میگه آقا کلن کشک، لبنیات، سم میره کنار. میگه آقا سیر بخوره هیچ، سیرم زماد میکنه روی محل ورم، میبنده شب تا صبح، درستش میکنه. یا اینکه اگر پوستش اذیته 1 ساعت میمونه بعد میشه. ولی یکی میاد میگه نه من روماتیسم دارم، زمانی اوت میکنه که یه ذره هوا سرد میشه کل بدنم عفونت میذاره. میگه آقا شلغم بجوشون، آبشو با عسل بخور، هم روماتیسم هم عفونتت میره. یه مطلبی بگم، آب سیب و عسل تمام عفونت بدن رو میبره. آب سیب و عسل. حتی عفونت‌های زنانگی. عفونت‌های زنانگی رو با پونه درمان میکنه. پونه. عفونت‌های زنانگی رو با دود عنبرنثار رو درمان میکنه. نشستن آبزن. ولی خود آب سیب هم تأثیر میذاره، نه به اندازه پونه. عفونت‌های معده. عفونت‌های معده. پونه برای عفونت‌های معده هم عالی بشن که رفلاکس. طرف میاد میگه روماتیسم عفونیه، میگیم آقا سیاه‌تون ناشتا بجو با آب و عسل بخور، 2 سین بخور، هم عفونتت میره هم روماتیسمت درمان میشه. میان روماتیسم دارم هیچ، نرمی استخوانم دارم، راشیتیسم هم باش دارم. چند بار گفتیم چی؟ جوشونده غلیظ مریم گل. گفتیم مریم گلی جوشوندهش برای چی خوبه؟ طرف پیام داد آقا ژینکوماستی دارم. ژینکوماستی چیه؟
آقایون سیناشون آویزونه، مثل خانم میرن عمل میکنن، جمعش میکنن، هزینه گزاف میگیرن، جمع جاش میمونه، حالا عوارض دارن. یکی پیام داد گفت آقا چیکار کنم؟ گفتم مریم گلی بجوشون بخور. خانمایی که سینه‌شون شروع میکنه به شیر دادن مریم گلی بجوشونن بخورن، سینه‌شون رو خشک میکنه. حالا چند تا تکنیک هم در کنارش گفتیم مثلا چیزایی که تستوسترون طبیعی داره مثل کلم بروکلی بخور، روغن عقرب هم به سینه بزن. بعد از 2 پیام خدا پدر مادر تو بیامرزه خوب شدم. پول 30-40 میلیونی نمیدونم چه 100 میلیون هزینه عمل بود، افتادیم جلو. بنماری میشه. عقرب رو اول میگیرن خشکش میکنن، خشکش رو میندازن توی روغن، 1 سال طول میکشه تا بگیرن روغنش در بیاد. ولی بنماری کنی تا 1 هفته میزنه بده. روغن زیتون باید بمونه. تو روغن زیتون. من یادم یه دستگاه گرفته بودن اینا که میوه خشک میکرد، چیز داشت دما رو بالا پایین میکرد. من گذاشتم توی ظرف مسی، عقربام گذاشتم داخلش، روغن زیتون ریختم گذاشتم داخل این دستگاه. 1 هفته روشن بود با دمای 70 درجه. بعد 1 هفته در آوردم عقربی توش نبود. همه چی شده بود، حل شده بود داخل. بعد اینو به هر کسی میدادیم تامیزه همون لحظه خوب میشد. طرف فیبروم سینه داشت، تامیزه دردش میافتاد خوب میشد. جالب، روز زخم ریختی زخمو میبست، عفونت زخمو میبست. به بواسیر میزد همون لحظه خوب میشه، عفونت بواسیر هم میبود. عجیب بود برام. یادم سفارش دادیم از خوزستان برام عقرب بیارن. عقربای زنده رو تو کارتون گذاشته و داده اتوبوسیه بیاره. گفتم بابا یک تو کارتونش باز میشه کل اتوبوس همه عقرب جیغ داد، 4 نفر نیش میزد. چیکار میگه؟ عقربای این زردای نیش قوی هم بود. حالا آوردیم با یه تکنیکی الکل میزنی اینا سری میمیره. طرف اگر اومد گفتش که آقا من هم یبوست دارم هم روماتیسم، میگه آقا شیره توت بریز تو آب ولرم بخور، هم روماتیسمت در میشه هم دفع پیدا میکنه. نه انجیر خیس شده تو گلاب بخور، هم دفع پیدا میکنه هم روماتیسمش درمان میشه. گلقند چیه؟ کیا درست کردن؟ محمدی رو پودرش رو آسیاب می‌کنیم. شکر یا اصلا لایی بود. آفرین. میذارن جلو آفتاب. جلو آفتاب یه ماده خیلی هم خوشمزه میشه. و خیلی هم داره گوارش خوبه. معده رو میزون میکنه. شکر قهوه‌ای بزن. حالا گلقند رو اینجا میگی با شیره توت قاطی کنه، بریزه تو آب جوش، میل کنه، هم دفع میاره هم چیکار میکنه؟ روماتیسم دارم. طرف میاد میگه کلی هم سنگ داره، روماتیسم هم دارم، این سنگ کلی هم هی باعث میشه من این تب کنم، پدرم داره در میاره، از درد سنگ کلی دارم اذیت میشم. اینجا میگه هسته خرما بجوشونه بخوره به جای چای. این هم سنگش آب میشه هم روماتیسمش. اگه معدش اذیت نیست آب تراب سیاه عالی. آب تراب سیاه همون اثر داره. قهوه خرما باش ماکولا رو میشه درمان کرد، قهوه خرما میشه سنگ صفرا رو درمان کرد، با قهوه خرما میشه کبد چرب رو درمان کرد. جالبه. با قهوه خرما به جای چای بخوری لاغر کننده هم هست. باش سنگ کلیه هم میشه آب کرد. قهوه خرما خیلی مقفول مونده، خیلی درمان داره. من با قهوه خرما مشکلات زنانگیرم درمان کردم. همون که قهوه رو باید تفت الان حس کنیم باید تفت بدیم باید آسیاب کنیم. آفرین. همین هستشو تفت میدیم. خراب نمیشه استاد. نه من خودم این کارو کردم دارم ولی 1 سال گذشته. نه تا 2 سال جای خشک و خنک باشه خراب نمیشه.
طرف میاد میگه آقا من روماتیسمم باعث اسکلودرمی شده. اسکلودرمی چیه؟ لکه های قهوه‌ای توی پوست دست انداخته. عموما هم حد فاصل مچ دست تا آرنج این اسکلودرمی به وجود میاد. اینجا میگه آلو مکیدنی بخوره، آب انار شیرین عصرا بخوره. این هم روماتیسم هم اسکلودرمی رو درمان میکنه. طرف میاد میگه روماتیسم شدید گرفته، به کل بدنش سرایت کرده، اصلا خواب نداره، خوابش هم گرفته. اینجا دیگه ترکیب همه اینا که گفتیم باید بدیم چی؟ میگه آلو بخوره، آب انار شیرین بخوره، رو به انار شیرین کنار غذاش بخوره. اینجا زرشک هم میگیم بخوره، بجوشونه با عسل بخوره. زرشک بجوشونه با عسل بخوره. اینجا زرشک هم درمان. روماتیسم شدیدش از گرمایی که من بخونه. نه، اینجا ما سیاه‌تون عسل ناشتا میدیم. این پس قبلش ما بدیم. ما همه رو داریم انجام میدیم. میخوایم گرمی زیاد اذیت نکنه کبده، بهش چی هم میدیم؟ زرشک. سرکه و انار شد. سرکه و رو به انار. رو به انار میدیم، سرکه نمیدیم. اینجا رو به انار بهش میدیم. حالا بدنش هم میگیم با روغن بنفشه پایه زیتون مالش بدن. چون کنجد هم زیتون. زیتون نرم کنندگی داره. درمانای ترکیبی هستا، نمیگم بهتون، مردم اذیت میکنه. هم ابحل و ورد داری با دم اسبی و با سنا و شیرین بیان و پوست بید و بابونه و همه رو مخلوط کنی، بجوشونی 30 دقیقه صاف کنی، بعد صاف کردی رو 3 بار میل کنی. همین آقا یه چیز ساده بگو، من برم سر کوچه بگیرم بخورم نی ها. من نپیچون. اگه کسی اومد روماتیسم داشت، پروستات هم داشت، کمخونی هم داشت، اینجا بهش گزنه میدیم میخوره، هم روماتیسمی درمان میشه هم پروستاتش. گزنه فشار رو میاره پایین. گزنه چون گرمه قندم میکنم برای تورم پروستات هم اوکی باشه. گزنه، ریشه گزنه چرا تکرر ادرار میگیرن ورم میکنه پروستات؟ اون تستوسترون توی بدن اکسید میشه. وقتی اکسید شو این ورم میکنه، اسیدی میشه. ریشه گزنه رو اگر بجوشونه بخوره، اون اکسید شدن تستوسترون رو میگیره، به ازای تکرار شب که بیدار میشه برای ادرار کردن رو میگیره ازش. این برای روماتیسم هم خوبه. ریشه گزنه من ندیدم عطاری داشته باشه، ولی یه شرکت دیدم، شرکت باریج اومده یه دونه اوروتیدین یه قرصی درست کرد از عصاره ریشه گزنه واسه کسایی که تکرار ادرارشون شبا بیدارشون میکنه، به خاطر اکسید شدن چی؟ تستوسترون توی بدن. این درمان ریشه گزنه برای روماتیسم هم خوبه، واسه این تکرار ادرار و ورم پروستات علتش از اکسید شدن تستوسترون عالیه. درمان روماتیسم هر چقدر من بگم براتون 10 جلسه مطلب بگم بازم مطلب دارم. سعی میکنم ساده تو دسترس عامه پسند باشه که مردم بتونن استفاده کنن. یه دمنوش خوشمزه، طرف میگه آقا من حال و حوصله دمنوش ممنوش ندارم، یه چیزی بگو خوشمزه باشه بخورم روماتیسمم درمان بشه. از این دمنوشای بدمزه به ما نده.
یا هل و دارچین و زعفرون رو قاطی کن، دم کن، با عسل بخور. هل، دارچین، زعفرون هم دردای استخوانی، هم آرتروز، هم روماتیسم رو درمان میکنه. علامت روماتیسم، طرف میاد میگه آب به دستم میخوره درد میگیره، آب به دستم میخوره ورم میکنه، آب یخ به پام میخوره ورم میکنه پام. اینا علامت های چیه؟ میاد میگه آقا من استرسی میشم قلب درد شدید میگیرم، من مثلا ماست میخورم قلب درد میگیرم، بدنم باد میکنه. اینا روماتیسم. مثلا خیلی ماست میکنم من نمیتونم بقدر غذا ماست نخورم چیه؟ مثلا تو ماست زنیان میریزی؟ موقع خواب گرد و زنیان بهش میدی. نه، ماست پروبیوتیک براش بگیر بخوره، ماست کم چرب بگیر بخوره. ماست پروبیوتیک اصلا بهتره.